وای این داره زایمان چیز میکنه تشریح میکنه واتم. وای این دیگه چی آجی؟ نه لاشی بیا بیرون دیگه، گیر کرده کلم این تو. داداش کش نمیاد که دیگه، اون فقط باز میشه. این چه سمی بود. This looks awful painful. واقعا دردناکه داداش. استفاده کنید آقایون و خانوما، از اینا استفاده کنید و نکنید آقا، این کار نکنید. صدای خر شرک. تو هم اگه میخوای مثل من صدای خر شرکو در بیاری، برای چی بخوام داداش؟ من خرم که صدا خر شرکو درارم. با من همراه باش. اصلا گیرم که صدای خر شرکو در آوردی، قشنگم در آوردی. بهت پول میدن، بهت زن میدن، ته شرک بهت پا میده بیچاره. شرک؟ نه اوه وای شرک، خر شرک باشی اژدها بهتون پا میده. وای یادتون نره اینو، خر شرک باشید اژدها بهتون پا میده. شرک چیه اینا آجی؟ خر شرک اژدها رو آره. Herkese hayırlı cumalar ama sana değil. Çünkü senin bana yaptığını Müslümana yapmaz. Hadi. مسلمان Cumalar ama sana değil. داداش اونی که سینما- دلتو رو شکونده که خیلی خر بوده، اونی که دلتو رو شکونده احمق بوده. خاک تو سرش واقعا. بیا خودم واسه دلتو میبرم جیگر. واقعا کی میتونه دل اینو بشکونه؟ چقدر بیلیاقتی، چقدر نجسی. نشکنید آقا نشکنید، زبونم داره میگیره. دورکس گرفته تو بسته‌بندیاش یه ماشین اسباب بازی هم گذاشته که یه وقت 1% پاره شد بچه. یعنی چی داداش؟ یعنی چی پاره شد؟ حقیقتا ماشینه جذابتر. بچه ها میخرن میشه میندازن دور، اسباب بازی رو برمیدارن. در تو سرویس زورش زیاده و وزنه داداش اصلا سیس یارو رو نگاه کن. آخه کی با شلوار 6 جیب تو باشگاه وزنه میزنه؟ ناموسن کی با شلوار 6 جیب دیدی تو باشگاه وزنه بزنه؟ بعد اصلا داداش ستون و فقرات نمیمونه با این حرکت. یه جوری داری زور میزنی، خب سبکتر بذار که بتونی بزنی نفله. یه شات از پیشرو ببینیم دلمون باز شه. داداش پیشرو گنگه، تو حس گنگ بودن به دست بده. کسی دلش با پیشرو باز میشه واقعا؟ اینجا با هم توضیح بده یکی. دلم داره باز میشه، کمک. اوه حاجی چقدر خفن بود این دستگاهه. اوه یاجی دمش گرم واقعا پشمام. اصلا این ویدیوش 100 میلیون لایک هم بگیره حقشه. میدونی چقدر کمک میکنه همین کارش به طبیعت؟ میرید تو طبیعت، میرید تو ساحل، اولاق آشغال نریز. آی بیشور آشغال نریز تو طبیعت، متوجه باش. مثل اینی که یکی بیاد تو خونه تو آشغال بریزه، همینطوری از قصد. طبیعت هم همینه، اولاق آشغال تو طبیعت نریز. عکس زیرخاکی از هیچکس و علی اوجی در جشن تولد 23 سالگی پیشرو. اوه در و دافا رو ببین. پشمام این که پیشروه، این هیچکسه. این اوجه یا اوجیه، علی اوجیه. بقیه دیگه نمیشه. این کیه این پشتاجی؟
چرا اینقدر خودتون رو اذیت میکنین؟ همه اینا طبیعی هستن، خودتو دوست داشته باش. دندون این که دماغ آریاییه داداش، این واقعا زیباست. این دماغ آریایی شدیداً زیباست و اون احمقایی که میگن این دماغ بزرگی یا فلانه هیچ درکی از ایرانی بودن ندارن. این دماغ باستانی و ایرانیای باستانه و کسایی که این دماغو دارن یه ارثی از چندین هزار سال پیش از ایرانیای باستان بردن و این خیلی زیباست. این رو متوجه باشید. دختر داییم داره نهایت تلاششو میکنه تا گولم بزنه شب بمونم خونشون. آخه چه گوگولیه جدی، یه دونه بستنی و یه دونه بلال. ای جان خیلی گوگولیه این کارش. بعد اصلا تو دلت میاد واقعا نمونی. اینو نگاه کن، این پدر سوختن همشو بخور بعد برو. خودتش دل بچه میشکنه، بچه هستش نمیفهمی. خودتو چند فروختی مرد؟ یه بستنی و یه بلال. شما الان به هر کی بگی 400-500 میلیون پول دارم چیکار کنم، میگه طلا یا دلار یا سکه بخر. برو بالا بی زحمت. توتش همینه دیگه، مملکت چاغالاست. بخر چاغال کن یه گوشه، بعد گرون که شد بفروش. ولی بخر چاغال کن یه گوشه، گرون که شد بفروش. بعد حس زرنگی هم دارن دیگه داداش. بعد یکی نداره یه سقف 5 متری بالا سرش، یکی هم 500 تا آپارتمان داره. خب به درد نمیخوری که داداش این زندگی اینطوری. کمرمند فراوونه، نمیدونی کجا بری. آره اصلا نمیدونم کجا فراوون کنم این هرا. تو همین کف. که تو خیلی دوست داری رقصیدن. به آرزوات امروز میرسی. او اول فصل چه سمیریه. اوه نه